سعدی آموزگار زبان انگلیسی است. درس‌های او با چنین ویدیوهای کوتاه جریان می‌گیرند. در هر درس فقط یک کلمه آموخته می شود. برای این سعدی نقش آفرینی می کند. خودش هم شاگرد می شود و هم استاد. خیلی شاگرد چی سوال؟ اگر می یکون کس زنگ میزنی، مثلا جو میگه که ما اومده سایم راه دایم. همین چی خیلی میگم انگلیسی کتی. کلمه می راه میدونی چی میشه با انگلیسی؟ وی هوا که راه میشه. خیلی هم میگه که من در راه میرم. I am on my way. I am on my way یعنی ما در راه ما. رنگ توجیه اکاکو. او صد فویز. سعدی طاهرزاده 30 ساله ختم کرده دانشگاه شهر کولاب است. 1 سال است که در اینستاگرام درس می‌دهد. درس‌های او رایگانند. میگوید مقصدش آموزاندن چیزهای دشوار با راهی آسان و خاطرمان است. پرینسیپی همین آنلاین آموزش همین است که باید کوتاه بگم یک کلمه باشد. وقتی که در اینستاگرام از مردم ویدیو دراز نوار درس تماشا نمیکنند. بیشتر از من در یوتیوب هم هست، لیکن تماشای یوتیوب نظر به اینستاگرام خیلی کم است. اونجا من درس پورا دارم 10 مینوت 15 مینوت و در اینستاگرام 1 مینوت یعنی یک کلمه را میفهمونم. اینو سونتر است، اینو توی سر قبول میکنم. خوانندگان مکتب در تاجیکستان از صنف 2 تا 11 زبان انگلیسی می آموزند. تعلیم انگلیسی در مکتب عالی هم ادامه می کند. ولی این آموزگار جوان می خواهد شیوه های نو و غیر معمولی زبان آموزی را جاری کند. می گوید انتخاب این راه سبب دارد. یکم سبب این که ما کمتر از نظر من کمتر همین تعلیم زبان انگلیسی رو ندرست راه میدیم. یعنی ما یک بار از گراماتیک شروع میکنیم، یک بار از ترجمه متن ها شروع میکنیم. اصلا باید همین چیزی که ما خودمون یاد گرفتیم از کودکی از 2 سالگی تا 7 سالگی 5 سال گپ زدیم پدر و مادر گفت تکرار کردیم و باید همین خیلی یک بار بگم از اسپیکینگ گیریم. کلمه‌ای که هر روز برای ما در کار میشد. یک جمله من اومدم من میروم. همین واریانت ها باشد. وقتی که بگم خواننده همون کلمه رو دونست بعد میتونیم خوش کرده گراماتیک که انا که طرز درستی گفتنی همین گپ این خیلی است. بعد دان بو از کلمه های دیگر چه گفتم شما زبان انگلیسی یک کلمه که 3 حرف داره. سعدی طاهرزاده در آموزاندن انگلیسی تنها نیست. کم باشد هم جوانان دیگری نیز هستند که در اینستاگرام درس میدهند، ولی برخی درس‌های حضوری را برتری می‌دهند. سعدی راضی نیست. همچون از نگاه آموزگار شخصا برای من آنلاین خوب است، برای که من با مردم بسیارتر درس گفته میتونم. مثلا اگر حضوری باشد من همون 10 نفر 12 نفر یا اینکه بسیار 30 نفر را درس داده میتونم. لیکن آنلاین من علاقه 70,000 قریب تا 100,000 بگم طلبه دارم. اگر طلبه گویم زبان آموزنده رو 100,000 هستند. هر یک اونها اگر یک کلمه یاد گیرن این برای من بهتر است همچون آموزگار، برای که بگم اما وظیفه آموزگاری خودمون رو کردم. همه ساله دانشگاه‌های تاجیکستان بیش از 1000 آموزگار زبان انگلیسی آماده می‌کنند، اما اکثر آنها به خاطر کم بودن معاش به سازمان شرکت‌های بین‌المللی رو می‌آورند یا ترجمانی را پیشه می‌کنند. به این سبب به مکتب‌های تاجیکستان آموزگار زبان انگلیسی نمی‌رسد. این کمبودی را سعدی و دوستانش می‌خواهند اصلاح کنند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه.